السلام علیکم دوستان عزیز. از ابو هریره رضی الله عنه از پیغمبر محمد صلی الله علیه و حدیث روایت میشد که کسانی که دروغ میگویند و فریب میکنند و مثل فند میکنند آدم را مثل فند و فریب مکر هیله میکنند بعد برابر اینکه روزه میگیرند الله تعالی برای الله تعالی این گونه بندگان میگه لازم نیست. از امام بخاری حدیثی صحیح است میگه که برای الله تعالی مثل که بندگانی که گشنه تشنه میگردن روزه میگیرن لیکن از این چیزا دست نمیکشن این گونه بندگان برای الله تعالی ممکن نیست. خدا این خب بنده را چی میگن لازم هم نیست در کارم نیست. یعنی که روزه گرفتیم باید که دروغ نگیم فریب نکنیم یک کس مثال فن نکنیم یک کس مکر هیله نکنیم مشینیکی باید نکنیم. بعد یعنی که روزش در نزد الله تعالی چی است؟ روزه حقیقی الله تعالی قبول میکنه. یعنی گفته میشه که در اینجا الله تعالی شاید که قبول نکنه حدیث روزه که بنده که وای میکنه خاصه به اجر مثلا روزش گرفتگی میشه لیکن اجر ثواب نمیگیره قبول نیست. یعنی به معنی که در روزش نیست شرعی حدیث نمیخوام که میگه مثلا که بنده به خدا در کار نیست. این بنده که روزه که گرفته میگه دروغ نگو فریب نکن مکر نکن هیله نکن. روزه گرفتن گشنگی تشنگی نیست. همه عضوهایم باید روزه بگیره هم گوشویمو مثل هر چی که پاره به گوش نکنیم هم چشمونیمو هم زبانیمو مثل از سخنهای هر ناجو. ما امروز یک جا رفتی سبدیم برای دخترچه من در چیز گسوسلوگی وای کردم برقرار کردم ای چیز مکتبش جواب گرفت 1 ساعت باید رفتم اومدیم تاکسی قطعی رفتیم اومدیم تاکسی وای بود مسلمان سوال داد که شما در کمی کلیمه سوالی چیز شخصی باید نتیکو من گفتم ببخشید رقمتون گیم و پولتون رو بکنیم پیریود کنیم بعد دیگه سوال نداد. در رمضان باید که سوالهای ناجو باید نتیم باید که سکوت کنیم. سوالهای چی میگن او آدم ناشناس مثل مردی ناشناس چقدر با یک زنی ناشناس سوال میدیم کجا رفته هستی چیکار کردنی هستی. آخه سوالهای شخصی باید نتیم کجا میریم چیکار میکنیم برای که سبب رنجیدن انسان میشه. مردم معقول نیست وقتی که یک انسان میگه تو کجا رفته هستی کجا اومده هستی. برای که در حدیث پیامبر آمده است که از اخلاق خوب مسلمان این است که آنچه که به او دخل ندارد او را به حال خودش میگذارد. میگه که به چیزی که بخری برنده بخر چیکار دارد میگه که بینیت رو به هر کجا نخلا میگه تو چیکار اون حدیث پیامبر آمده اخلاق خوب مسلمان میگه که حدیث که من حسن اسلام مرئی ترکه ما لا یعنیه. از اخلاق خوب مسلمان خواه زن خواه مرد آن است که به هر چیز دخالت نمیکند. در رمضان هم همین گونه ما که روزه میگیریم معنی نداره که فقط گشنه تشنه شیم میگیم ای خیر از اون میتونیم روزه بکشیم. نه در همین حدیث نمیخوام که خداوند اون بنده رو وای نداره نقض نمیبینه الله تعالی خوش نمیاد مثل بنده که روزه گیرد دروغ گفت فریب کنه آدم را قلابی کنه و مشینی کنه. بله زنده سلامت خدا سلامت باشین. 5 لایک 5 فراموش نکنید.